هموطنان عزیز، ما در بندر حیرتان هستم. یکم درباره خود شرکت سودانا بر ما بگوین. سودانا ترانس سگجان ترانس کمپانی است حق در فعالیت خود آزگینه بگیم معلومات برسید. سودانا ترانس کارخانه است. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatini qoshida tashkil etilgan korxona bo'lib, 2011-yildan buyon Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi bilan tuzilgan shartnomalarga asosan Hayraton Mozor Sharif temir yo'lini اینا زمان که حرکت میکنن دیگرایش استاد میباشن، در دیگه خطا نباید که حرکت کنن. دیگه امی اسم اینا رو که میگن تانکرا دیگه نباید اینا حرکت بکنن. اگر یک خط باید فقط در حرکت باشه. اگر بیت یولدا ماشین نماس پویز حرکت نمیکنه واسه boshqa yo'llarda ham poyezd harakatlanishi mumkinmi yo bular turish kerakmi faqat? Bu agar yo'ldan boshqa yo'lga chiqayotgan payti با استیشن حیرتان وقتی که اموال اینجا وارد میگردد با این قطارها میتونه عموم از مواد نفتی محصولاتی که از مواد نفتی و گاز، پترول، تیل شده میتونه و دیگه محصولات های خوراکی با واگن ها میان در مسیر اینمی خط آهن حیرتان الی مزار شریف. اکثرا موادهای مثل گاز، تیل، پترول و از مواد خوراکی هم آرد، بعد روغن، شکر هم باریده، شکر و غیره انتقال داده می شود. وقتانا قسم گفتم این جای خوشبختی است که همچون مثلا تجارت در افغانستان جریان داره. با امید روزی که ما به خودکفایی کامل برسیم، مثل که فعلا مثلا از ازبکستان یا چند کشور دیگه که نام گرفتین تجارت جریان داره، انشالله به مکمل کشورهای دنیا روز برسه که ما همه قسم تجارت افغانستان به خیر رونق پیدا کنه. تجارت پیشای ما بیان سرمایه گذاری خود در خود افغانستان بکنن، نسبت به اینکه پولشان را میرن در یک کشور دیگه سرمایه گذاری میکنن، بیان در خود افغانستان اینا سرمایه گذاری بکنن تا اینکه اممو گفتی یگان تا ما نام که در افغانستان می داشته باشه یک نفر که بزنس میکنن، تجارت میکنن. فکر میکنم که در کشورهای دیگه به اون سطح نمی باشه. اگر تانکر باشه، خود تانکر یک نشانی، یک علامت داره. اونجا چی شده نوشته شده حجمش مثلا چند تن در بر گرفته گنجایششه. همینجا اگر دقت بکنین من اینجا 50 و چند ذکر شده 52 تن، 51 تن، 52 و 100 کیلو. من 52 تن و 100 کیلوگرم من اینجا این نشانیش است. از اینجا معلوم است که بیشتر از این بارگیری ممکن نیست. سلام و وقت بخیری خدمت شما وطندارای عزیز. انشالله که جور و صحت و سلامت باشین. شما بیننده یوتیوب چینل کابل شو هستین با من نیلوفر رحمانی. هموطنان عزیز، من در بندر حیرتان هستم.
آمدیم به معرفی شرکت سودانا ترانس که اینجا اینا کار میکنن و اینمی قسمت ها ای خط را که شما میبینین اموال تجارتی از افغانستان به طرف کشورهای دیگه انتقال پیدا میکنه که شما خودتان میاله در تصویرم بیننده هستین که از او سمت هم یعنی سمت ازبکستان میایه به طرف افغانستان و خط دیگه هم اینجا هست که میره به مستقیم به میدان هوایی مزار شریف. انشالله بخیر روز برسه که ما خب به خودکفایی کامل برسیم و تجارت ما رونق پیدا کنه. ای که ما امروز هم خدا را شکر که ما در این وضعیتی هم که هستیم بسیار خوب است که ماشاءالله میبینیم اینجا تا جایی که کم و بیش ما معلومات گرفتیم ازبک ها هستن که اینا از کشور ازبکستان در افغانستان کار میکنن در اینجا در این شرکت و خدا را شکر باز هم ما به امید ازی هستیم که کشور ما بیشتر و بیشتر پیشرفت بکنه، تجارت ما پیشرفت بکنه تا ای که ما به خودکفایی برسیم از کشورهای دنیا، کشورهای مختلف دنیا بتانیم که ما واردات و صادرات داشته باشیم. خب هموطنان عزیز میریم ما در رابطه به شرکت سودانا ترانس صحبت‌های می داشته باشیم و درباره‌اش ما معلومات هم میگیریم. بیننده ما باشین. سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم، روزتان بخیر. بخیر و سلامت باشین. بسیار تشکر. بر ما یک معرفی داشته باشین از خودتان. خب ما فردوس هستم، مترجم کمپانی سودانا ترانس هستم. بسیار خوب. و در همینجا در استشن حیرتان ایفای وظیفه می‌نمایم. عالی است. بسیار خوب است. خوشحال شدیم که ما شما را دیدیم. در نخست بر ما یک کم درباره شرکت سودانا ترانس بگوین. قرار بود که ما اول سلام به شما برسه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام باشین. تشکر. رحمت. زنده باشین. شما دیگه میتونین که بر ما اگر لطف کنین که ترجمه کنین صحبتایشان را؟ ما ترجمه میکنم صحبتایشان. میشه در رابطه به اول درباره خودشون بر ما بگوین، یکم خودشون بر ما معرفی داشته باشن. بر o'ziz bir tanishtirib o'tsangiz bizani kanalda. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Meni ismim Sardorbek, shu Sogdiana Trans mas'uliyati cheklangan jamiyatda xalqaro munosabatlar va tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha menejer vazifasida ishlayman. اسم من سردار و ما در کمپانی سودانا ترانس در بخش ارتباط بین المللی و اقتصادی ایفای وظیفه می‌نمایم. بسیار خوب. یکم درباره خود شرکت سودانا بر ما بگوین. سودانا ترانس. سودانا ترانس kompaniyasi haqida faoliyati haqida ozgina bizga ma'lumot bersangiz. Sogdiana Trans korxonasi O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining qoshida tashkil etilgan korxona bo'lib, 2011-yildan buyon Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi bilan tuzilgan shartnomalarga asosan Hayraton Mozor Sharif temir yo'lini ekspluatatsiya qilish va unga texnik xizmat ko'rsatish xizmatlarini bajarib kelmoqda. شرکتی کمپانی سودانا ترانس شروع از سال 2011 زیر خط ریاست خط آهن مرکزی ازبکستان فعالیت داره و در دوام این سالها خط آهن حیرتان الی مزار شریف بهره برداری و حفظ مراقبتش کار حفظ مراقبت و بهره برداریش انجام میده. بسیار خوب است. بسیار خوب است. باشکارماسی بودن تuzilgan شرطنامه. این کارها تمام امورات مطابق قرارداد بین اداره خط آهن افغانستان و ازبکستان که منعقد شده عملی میگردد. عملی میشه. بسیار خوب. من اینجا دیدم که اینا فعلا دیگه در حال حرکت هستن، فعلا کار جریان داره. درست است. از من کلیانم ده که
ozgina ish davom etib turibdi bu yerda va mana vagonlar bir-biriga ulandi. Shunday. در این حال شما میتونین ببینید همکارای ما داشته باشین ببینید البته. این قسمت استارت شوید تصویرش هم بک‌گراند ما معلوم شود. خب قطاری که اینجا تانکرها ما میگیم تانکرها هستن، اینا این واگونا به هم دیگه وصل شدن و آماده انتقال هستن. بسیار خوب. چند تعداد واگن‌های خالی هستن. صحبت ها بسیار زیاد است، سوالات ما بسیار زیاد باقی مانده در این رابطه. بر ما بگوین که از چقدر وقت میشه شما فعالیت دارین اینجا در افغانستان؟ افغانستانda mana hozir yana gaplarimiz ko'p, lekin necha yildan beri hozir ishlayapmiz Afg'onistonda? Sagzana Trans korxonasining Afg'onistondagi faoliyatiga 13 yil, qariyb 13 yil bo'lyapti. تقریبا با این فعالیت ما در خاک افغانستان 13 سال میشه. 13 سال. اینجا مکمل از ازبکستان هستن که کار میکنن یا هم افغانا هم همراه شما کار میکنن؟ Bu yerda faqat o'zbekistonliklar ishlashadimi yo afg'onistonliklar ham bormi ichimizda? Endi bizni bu yerdagi faoliyatimiz o'sha aytib o'tganimdek Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi bilan tuzilgan shartnomalarga asosan amalga oshiriladi va bu yerda temir yo'l faoliyati bilan shug'ullanuvchi asosiy ishchilarning asosiy qismi o'zbekistonliklar. همینطور که من پیشتر گفتم کار ما مطابق قرارداد امضا شده بین خط آهن افغانستان و ازبکستان است و اکثر کارمندان اینجا خط سعودیانه ترانس این کارمندان ازبکستانی میباشند. Qo'shimcha qilishim kerak. Deganimki, bu yerda biz Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi bilan yaqin hamkorlikda ishni tashkil qilamiz. Afg'oniston temir yo'l boshqarmasining Balx viloyatidagi direksiyasi bor. Shu direksiya ishchi xodimlari bilan bu Hayraton Mozor Sharif temir yo'li faoliyatini yaqin hamkorlikda hamjihatlikda faoliyatini yo'lga qo'yamiz. باز باید خاطرنشان ساخت که کارهایی که فعالیت ما که در اینجا همراه با کارمندان ریاست خط آهن ولایت بلخ انجام میشه. با اونا ما هماهنگ با اونا مشترک وظیفه خود انجام میدیم. یعنی انا شو مسئله. بسیار خوب است. ما تصاویرم می داشته باشیم. صحبت های ما هم بسیار زیاد است. کمرایتان انشالله ما صحبت هم می داشته باشیم. گرچه شما برای ما گفتین که اینجا بسیار زیاد خطرناک می باشه که ما نمیتونیم پیش بریم، درست است؟ یعنی اجازه نیست برای ما که ما پیش بریم چون از نگاه ایمنی یکم اینجا مشکل داره برای ما. البته از مشکل که نداره ولی باید رعایت شود. رعایت شود، باید، یعنی احتیاط شرط است. میگن احتیاط باید بکنیم. اینجا نمیتونیم که ما پیشتر بریم چون اینجا دیگه خط ریل است. درست. یک چیز واضح است که اینجا خطرناک است. قطارها در حرکت هستن هر لحظه. درست است. قطارها هم در حرکت است. میشه برای ما بگین کدام اموال شما انتقال میتین؟ میبخشین؟ چی ها را انتقال میتین از اینجا؟ مثلا واردات و صادرات است. درست؟ tushunarli. ایشان خوب است که فارسی میفهمن که من چی میگم ولی دوباره پس مثلا فارسی گفتن نمیتونن ولی زبان ازبکی حالا اینجا یک شوخی هم کنم بسیار مشکل است. مشکل است، واقعا مشکل است. من خیلی سرم خلاص نمیشه که شما صحبت میکنید. حالا تا پایان این برنامه ان شاء الله شما یاد میگیرید. ان شاء الله با هر کی یاد میگیرم. بفرمایید. Bu Hayraton Mozor Sharif temir yo'li orqali Afg'oniston hududiga turli yuklar tashiladi. Xususan asosan iste'mol mollari, un, bug'doy, gaz, yoqilg'i mahsulotlari, bundan boshqa dukkakliklar, bundan boshqa juda ko'p turli xil mahsulotlar bu yerga temir yo'l orqali tashiladi. Va aytib o'tish kerak shu joyda mana shu Sagzana Trans korxonasining bu yerdagi faoliyati davomida shu qariyb 35 million tonnadan ortiq yuk tashilgan shu temir yo'l liniyasida. در مسیر اینمی خط آهن حیرتان الی مزار شریف اکثرا موادهای مثل گاز، تیل، پترول و از مواد خوراکی هم آرد، بعد روغن، شکر هم باریده، شکر و غیره انتقال داده می شود و تا امروز میشه گفت که از انمی خط 35
25 میلیون تن شپایتگچه تا همین وقت بیشتر از 35 میلیون تن بار از اینجا انتقال شده. سگزن ترانسپورت فعالیت دوام داره. در دوام فعالیت خود شرکت سعودیانه ترانس. بسیار خوب. اینجا فقط به سمت ازبکستان صادرات و واردات است یا نه؟ به دیگه کشورها هم هست؟ Bu yerda tushundim. Hozirgi kunda Afg'onistondan temir yo'l orqali yuklarni har qanday davlatga eksport qilish imkoniyatlari mavjud. در حال امروز از افغانستان به تمام کشورهای دنیا توانای انتقال و صادرات بار را داریم. Va xuddi shu tartibda har qanday davlatdan bu yerga yuklarni temir yo'l orqali import qilish mumkin. و مثل همین که صادرات انجام امکان صادرات که ما داریم و امکان واردات هم از این کشورهایی که کشورهای جهان به افغانستان هم وجود داره. و فعلا هم جریان داره یا خیر؟ hozir ham bu eksport faoliyati amalga oshirilmoqda. Bizni Sagzana Trans korxonasi ishchilari Afg'oniston tijoratchilari bilan yaqin hamkorlikda ularga yordam, amaliy ko'mak ko'rsatib, ularni yuklarni eksport qilishda yaqindan hamkorlik qilmoqda ular bilan. بازم ببینن کارمندان کمپانی سعودیانه ترانس در حال حاضر برای صادرات با تاجران افغانی از نزدیک همکاری نموده و اموال اونا را صادر میکنن به کشورهای دیگر. Bu bo'yicha mutaxassislarimiz bor, ularda aniq ma'lumotlar bor. باز ما متخصصی همین بخش بارچلانی را ما داریم که اونا بازم دقیق تر براتون میتونن توضیح بدن. بسیار زیاد از شما تشکر. رحمت میگن. رحمت. بسیار تشکر. لطف کردین. زنده باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. تشکر. که ما همراه بخش بارچلانی اینا بار میبرن، نه که اندازه ازی چقدر باشه، گنجایش چقدر داره، که صحبت های می داشته باشیم و فعلا ما یک چند تصویر داریم. میشه در رابطه با این بر ما بگوین که داخلی چی پر است؟ Bu haqida bir ayta olasizmi? Buni ichida nima bor? Mana shu hozir turganimiz. Bunda bitta katta dvigatel bo'ladi. O'sha dvigatel ishlagan sari generator tok ishlab chiqaradi. O'sha tok generator orqali bu harakatlanadi. O'sha generatordan chiqadigan tok bilan. این خودش لوکوموتیو است. این لوکوموتیو داخل این لوکوموتیو یک انجین بزرگ necha silinderligidir? 8 Yo'q, 16 ta emas, ko'proq. Aha, این انجین دیزلی میباشه و این انجین دیزلی تولید برق تولید میکنه که اینمی با این برق این تیپلوواز به حرکت میآید. تایرای این تیپلوواز با برق حرکت میآید. با برق حرکت میکنن. اینا زمان که حرکت میکنن دیگرایش استاد میباشن، دیگه خطا نباید که حرکت کنن. دیگه امی اسم اینا رو که میگن تانکرا دیگه نباید اینا حرکت بکنن. اگر یک خط باید فقط در حرکت باشه. اگر bitta yo'lda mashina poyezd harakatlanayotgan bo'lsa, boshqa yo'llarda ham poyezd harakatlanishi mumkinmi yo bular turishi kerakmi faqat? Bu agar yo'ldan boshqa yo'lga chiqayotgan payti bunga keladigan to'qnash yo'llar, o'sha yerda turgan vagonlar, lokomotivlar qarab turadi qaytib kelgunicha yoki yo'ldan chiqib ketgunicha. Tutash kelmaslik kerak. Agar masiri همین قطار از همین خط اگر با مسیر قطار دوم اگر وصل نباشه میتونن حرکت کنن. اگر هم که وصل باشه دیگه این قطارها باید منتظر بمانن تا اینکه این قطار همین مسیر خود ترک کنه، این مسیر رد شود. دیگه قطارهای دیگر باید منتظر باشن. بسیار خوب است. خوشبختانه قسم گفتم این جای خوشبختی است که
همچون مثلا تجارت در افغانستان جریان داره. با امید روزی که ما به خودکفایی کامل برسیم، مثل که فعلا مثلا از ازبکستان یا چند کشور دیگه که نام گرفتین تجارت جریان داره، انشالله به مکمل کشورهای دنیا روز برسه که ما همه قسم تجارت افغانستان به خیر رونق پیدا کنه. تجارت پیشای ما بیان سرمایه گذاری خود در خود افغانستان بکنن، نسبت به اینکه پولشان را میرن در یک کشور دیگه سرمایه گذاری میکنن، بیان در خود افغانستان اینا سرمایه گذاری بکنن، تا اینکه امو گفتی یگان تا ما نام که در افغانستان می داشته باشه یک نفر که بزنس میکنن تجارت میکنه، فکر میکنم که در کشورهای دیگه به اون سطح نمی باشه و واقعا جای خوشبختی است. بسیار تشکر از شما. این حال حرکت نمیکنه، نیم استاد است. فعلا حرکت نمیکنه و با همین گفته های شما یک من اضافه میخواستم اضافه بکنم که ما اینمی ریاست خط آهن ازبکستان خصوص اینمی کمپانی سعودیانه ترانس همیشه به هر گونه همکاری همکاری ساحه آماده است که در افغانستان همکاری کنه با تاجران افغانستان، با حکومت، با خط آهن ریاست خط آهن افغانستان همکاری نموده وظیفه خود اینجا انجام بده. بسیار عالی است. شما زنده باشین. ما دیگه باید اینجا پایان شویم چون که اجازه نیست که حرکت کنه و ما هم اینجا باشیم به خاطر امن بودن خود ما. بخیر باشین. سلامت باشین. هموطنان عزیز، عامر استیشن اینجا در کنار ما هستند که سوالات بیشتر البته در بخش تکنیکی از اینا می داشته باشیم. موضوع دیگر من اینجا پیش از اینکه امروزشون صحبت داشته باشم یادآور شوم، گفتم که آمدن به قسمت اینجایی که خط هستن، البته خط ریل است، اینجا به خاطر امن بودن خود ما اینجا ممنوع است که ما بیاییم، ولی بر ما گفتن که چی شرایط باید مد نظر بگیریم. یکی که اینا مکمل استاد هستن، حرکت نمیکنن فعلا تا اینکه ما می تصویر برداری ما تمام شوه. دیگه ای که باید ما فاصله داشته باشیم و روی امی خطا راه نریم. این موضوعات که ما مد نظر بگیریم، ان شاءالله بعد از یک 10 دقیقه از اینجا ما بیرون میشیم. درست است؟ عامر صاحب سلام. Assalomu alaykum. Men Xayraton stansiyasining boshlig'i Xalilbek bo'laman. من خلیلبک هستم، عامر استیشن حیرتان می باشم و خوش آمدید میگم. شما سلامت باشین. رحمت. بسیار تشکر. خب میتونیم که ما بریم پیش؟ بله میتونیم. بفرمایید بیاین که بریم. عامر صاحب در رابطه با بر ما بگوین در رابطه با بخش تکنیکی، که در بخش تکنیکی چی موارد است، چی صحبت‌هایی است که اگر شما بر ما بگوین. من siz bizga aytib o'ting, texnik tarafdan nuqtai nazardan bu yerda qanaqa ma'lumotlarni biz bilsak bo'ladi? Qanaqa ma'lumotlarni bera bilasiz bizga? Xo'p. Xayraton stansiyasida keladigan vagonlarda gaz bo'ladimi, quruq mahsulotlar, bug'doy, hammasi Xayraton stansiyasiga kelib tushadi. Bu iminnoy neftlar keladi, bug'doylar keladi, keyin un keladi. Texnik joylardan bizda har xil vagonlarda keladi. Ya'ni bo'lib aytasiz. من مختصر را ترجمه کنم. با استیشن حیرتان وقتی که اموال اینجا وارد میگردد، با این قطارها میتونه عموم از مواد نفتی، محصولاتی که از مواد نفتی و گاز، پترول، تیل شده میتونه و دیگه محصولات های خوراکی با واگن ها میان. این محصولات ها همون آرد و گندم و روغن و از اینا به حیرتان میان و همجا تخلیه میشن. بسیار خوب. یک موضوع بسیار مهم، زمانی که اینا حرکت میکنن خب باید در بخش تکنیک اینا خوب چک شون. اینا چک میشن از طرف اینجا یا که نه شما اطمینان دارین سرش که اینا حرکت میکنن و مال را انتقال میتن؟ bular harakat qilishdan oldin yo harakat qilib kelgandan keyin buni texnik nuqtai nazardan qanaqadir bir tekshiriladimi, ko'riladimi, ishonch hosil qilish uchun shundan bir ozgina ma'lumot. Hamma shu kelgan vagonlar
shaxobchi yo'llardan kelib chiqib Hayraton stansiyasiga kelgandan keyin o'zimizning spetsialist odamlarimiz bor. O'shalar to'liq tarkib to'liq bo'lgandan keyin ko'rib chiqib, tarkibida polностью ko'rib chiqib, hamma nuqtai nazardan, texnik ko'rigidan, yuk ichida qolib ketmaganligidan, что keyingi kunda klientning yuklari hammasi tushgandan keyin biz shaxobchi yo'llardan olib chiqib, tarkibga qo'shib bizni yuboramiz. Keyin jo'natamiz O'zbekistonga, kerakli kelgan joyga jo'natamiz. И инами рақам аст ки вақте ин қаторҳо ба истишани Hayraton меан, баъд ба хати фараӣ ино кашф мешан барои тахлия. وقتی که تخلیه به اتمام میرسه اینا دوباره به استیشن کل واگن‌ها تانکرها همینجا جمع میشن، یک قطار اینجا تنظیم میشه و ما کارمندای تکنیکی ما شرکت سعودیانه ترانس آمده اینا را کلی از شروع از همین تایرشون و از داخل واگن چیزی نمانده باشه، تمیز شده باشه، پاککاری شده باشه و از تکنیکی کلی اما قسمت های مهم را چی میکنن، چک میکنن و اطمینان که داشته باشن، بعد اطلاع میتن که می قطار حرکت آماده هست برای حرکت به برگشت. بسیار خوب. اینا من فکر میکنم خب هر کدامش شاید بر ما معلوم شود که نمی مثلا گنجایش اینقدر مال را داره یا گاز را یا تیل را اینجا باز وزن میشه، یعنی که شما میفهمین اما تو که نمی یعنی اندازه میخواد جای به جای میکنین انتقال میکنین. مثال چون من شو نمالارگه tankerni ichiga misol uchun qancha sig'imi bor, qancha sig'adi, buni qanaqa o'lchanadimi yoki sizlar oldindan bilasizlarmi buni o'zi qancha bo'ladi, obyomi, hajmi? Har bitta yuklanayotgan yukni, ya'ni har bitta vagon hammasi o'zining trafareti bor. Mana misol 70 tonna. Mana bu به عنوان مثال 60 tonna yozilgan hammasi trafaretlarida bor. به عنوان مثال میگه اگر تانکر باشه، خود تانکر یک نشانی، یک علامت داره، اونجا چی شده نوشته شده حجمش مثلا چند تن در بر گرفته گنجایششه. همینجا اگر دقت بکنین من اینجا 50 چند ذکر شده 52 تن 51 تن 52 و 100 کیلو، من 52 تن و 100 کیلوگرم من اینجا همین نشانش است. از اینجا معلوم است که بیشتر از این بارگیری ممکن نیست. امکان نداره. دیگه ای که اینا بسیار خطرناک هم بوده میتونه، درست است؟ خب این تانکرها چون خودشان اموال مواد نفتی، گاز و اینا از البته اموال خطرناک انتقال میتن و اینا یک شرایط خاصی، شرایط خودشان دارن. تا این واگن هم اینجا هم ذکر شده، در اگر دقت بکنین اینجا هم هست که مثلا 68 تن یا 65 66 هر کدام، اینا بستگی به نوعیت خود واگن است. جالب است و کار کردن در اینجا دیگه کمک مشکل می باشه. من میدانم ده هم چو جای کار کردن هم مشکل هم جذابیت خود داره، دلچسبی پیشتر که آمدیم از اونجا براتون پرسیدم ازتان، گفتم حالا رفتن ما در اینجا کدام مشکل خود نداره، گفتم اینا کلگی از پر هستن اینا و در اینجا باید ذره آتش یا هم یک جرقه رخ نده اینجا، چون بسیار خطرناک است. درست. باید بسیار زیاد متوجه باشن، مثلا کارگرایی که کار میکنن اینا زمان که حرکت میکنن خطا اینا تایم داره یا نه؟ مشکل نیست، در هر تایم میتونن حرکت کنن. وقت روز مثلا روز حرکت میکنن، شب حرکت میکنن، تایمشون چه وقت؟ روز چند دونه حرکت میکنه؟ bularni poyezdlarni yurish masalasida mana vaqtga kunduz kuni yo kechki payt yurishlari mumkinligi, shu narsalar reglament qilinganmi yo bular istalgan paytda yurishlari mumkinmi nimada yo'lda? Bu yerda temir yo'lda shunday narsaki kilometr soat 60 kilometr berilgan tezligida harakatlanishga qoida muhim bo'ladi. Ya'ni jo'nagandan keyin bu har bir kelgan stansiyalardan o'tgandan keyin texnik ko'rik o'tgandan keyin bu ketaveradi berilgan назначение stansiyasiga. Kunduzgi payt, kechki payt farqi yo'q. این همین رقم می باشه که اینجا شرایط همین سرعت رفتن
قطارها مثلا اینجا 60 کیلومتر در ساعت باشه، اینا از یک استیشن به استیشن دوم میرسن و تمام همون پروسیجری که در استیشن هست بررسی میشه، چک میشه، این کاراش که خلاص شد باز راه خودت با همون سرعت ادامه میده. فرق نداره روزانه یا شبانه، هیچ فرق نداره. فرق نمیکنه. نه فرق نمیکنه. سرعتش بسیار زیاد میباشه. 60 کیلومتر در یک ساعت. او هم فرق باره yuklanganda yoki yuksiz bo'lganda necha? Yo'q, uni skorisi yo'q. Berilgan 60 skorisi shub ketaveradi. همین 60 کیلومتر در ساعت سرعت می داشته باشه و او فرق نداره او حامل بار است یا خود تخلیه شدگی است. تخلیه شده به سرعت خود میره. به سرعت خود میره. و کسایی رو که اینا را دیگه حرکت میتن اونا چطور؟ که کیا می باشن مثلا؟ بولارنی kim harakatga keltiradi deb mana savol beryaptilar. یا اونا بخی اشخاص جدا هستن؟ گپ از اون جداست. Bularni harakatga keltiradigan teplovozimiz bo'ladi. Ya'ni har bitta tarkibida o'ziga xos yuk bo'ladi. Ya'ni tortadigan tonnasi o'sha tonna 3,5 ming tonna, 3800 tonnani tortib lokomotivlarimiz olib boradi. O lokomotivlarni o'zimiz o'qigan injenerlarimiz bo'ladi. اینا قطارها این قطار واگونا را به حرکت میاره. ما این تیپلواز داریم، لوکوموتیو میگن یا تیپلواز میگن. اینمی لوکوموتیو یعنی چی؟ امیره که شما میگید نه او حال شما دیدین یک لوکوموتیو ریل دیدین، یک ریل آبی همینجا بود مثل همین ریل. ما او ریل داریم، ما به او تیپلواز میگیم. تیپلواز میگیم روسی میگین یا لوکوموتیو گفته میتونیم. اینمی ریل، همون ریل آبی که حال شما دیدین، همون ریل این قطار به حرکت میاره و بستگی به همون وزن کلی همین قطار او مثلا یک قطار بیت پویزده نیشته یا نیشته نما بولش میکنه واگن 30 مثلا در یک قطار 30 یا 40 واگن وصل می باشه و اونا اوچر مینه تقریبا 3.5 هزار تن وزن داره این قطار و اینمی وزن اینا قابلیت انتقالش داره. بسیار خوب است، بسیار عالی است. بیاین که ما آستاستا بریم. صحبت‌های ما داشتیم، کدام صحبت کدام چیز باقی مانده درباره می شرکت سودانا ترانس یا خیر؟ من endi Saxena Trans kompaniyasi bilan endi bog'liq bo'lgan biror bir yana gaplar, ma'lumotlar shu o'rinda shu sohaga tegishli یا کدام پلان‌های آینده به خیر باشه، کدام تغییرات اگر باشه، agar qanaqadir bir rejalar bo'lsa, o'zgarishlar bo'lsa, shular bo'lsa aytishimiz mumkin. Biz endi avvalo bu borada aytib o'tmoqchimizki, biz Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi bilan mana shu Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini ekspluatatsiya qilish va xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlik qilayotganimizdan mamnunmiz. در این باره اول ما باید بگوییم، گفتنش واجب است که ما از همکاری و از کاری که ما با ریاست خط آهن افغانستان، شرکت سودانا ترانس، کمپانی سودانا ترانس که در کار حفظ مراقبت و بهره برداری می خط حیرتان الی مزار شریف انجام میده، خود کمپانی سودانا ترانس از بسیار خوشبختانه ایره قابل قدر میدانه و سپاسگزاری عرض میکنه. و biz Saxena Trans korxonasi mana shu Hayraton Mozor Sharif temir yo'lida o'rnatilgan tartibda belgilangan rukovodstvo deymiz, rukovodstvo xalqaro normalarga asosan bu yerda ishlarni tashkillashtirib kelmoqdamiz. تا روز ما امی خط آهن حیرتان الی مزار شریف ما مطابق نرم ها و استاندارد هایی که در خط آهن، در خود خط آهن که اونا البته میدونن بین الملل می باشن، ما مطابق آن وظیفه خود، امور خود، امور ریلی و انتقالات خط آهن ما انجام داده آماده رایستیم تا امروز. بسیار خوب. Bu temir yo'l orqali tijoratchilar mana bu Afg'onistonda oxirgi vaqtlarda juda keng foydalanishadi va bundan
bundan keyin mana shu foydalanish ommalashishiga, temir yo'ldan kengroq foydalanishiga, mana shu temir yo'l faoliyati kengayishini tarafdorimiz. ما میخوایم هدف از ما این است که همین در وقت آخر شما میبینین که در بین تاجران انتقالات با اموالشان از طریق انتقالات ریلی زیاد وسعت پیدا کرده است و در آینده این بازم بیش از پیش خواهد بود و ما هم هدف ما این است که در این ساحه هرچی بیشتر هرچی بهتر ما این امکانات خود شرکت و همین انتقالات ریلی را ما هم بیشتر بسازیم و وسعت پیدا کنیم. temir yo'l barqaror, ishonchli, tez. Temir yo'l orqali yuklarni jo'natish juda qulay. باز چند کلام هست که باید گفته شود. انتقالات از طریق ریلی این بسیار زود هم آسان هست و آدم مطمئن شده میتونه که بارش از یک منزل تا منزل خود سالم و مسئول میباشه و میرسه. Odamni xursand qiladigan tomoni Afg'onistondan mana shu Hayraton Mozor Sharif temir yo'li orqali oxirgi yillarda eksport hajmi sezilarli darajada oshmoqda. این ظرفیت صادرات بار از طریق خط آهن در افغانستان در سالهای آخر بسیار حجمش زیاد شده و این هم ما را بسیار خوشحال می‌سازه. و bu bo'yicha alohida aytib o'tish kerak, Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi va O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati rahbariyati o'rtasidagi o'zaro hamkorlik qilinib, bu tijoratchilar uchun keng sharoitlar yaratilgan. Jumladan chegirmalar, yuklarni Afg'onistondan eksport bo'luvchi yuklar uchun chegirmalar berilgan bir qator. Biz tarafdan ریاست خط آهن افغانستان و ریاست عمومی خط آهن ازبکستان با هم مشترک با هم دیگه همکاری نموده. سهولت های برای انتقالات ریلی بین کشورها را فراهم آورده. برای صادرات. bir qator chegirmalar berilgan. بعد چند تخفیفاتی برای آنها باز مهیا گردیده است. بسیار خوب. از طرف شما البته. O'zbekiston hududida chegirmalar aniq berilgan. در قلمرو ازبکستان برای انتقال تخفیفات 100% هستش. بله. بسیار خوب است. ان شاء الله موفق باشین. خوشحال هستیم که شما هم در افغانستان هستین اینجا. ان شاء الله امیرم در اخیر ما بپرسم که از کسایی که اینجا در دور و پیشتان افغانای ما هستن ان شاء الله از اونا راضی هستین یا خیر؟ endi sizlar mana bu yerda bo'lganingiz uchun, shu yerda xizmat qilib, shu yerda ishlayotganingiz uchun avvalo bir katta rahmat. Biz buning uchun juda xursandmiz. Endi sizlarni ana atrofingizlarda bo'lgan afg'onlar bor, bizning vatandoshlarimiz, mana ularni bordidan yoki ularni mana shu ishlaridan sizlar rozimisizlar? Qanaqa fikrdasizlar? Albatta. Chunki biz Afg'oniston, O'zbekiston ikki birodar xalq. Qadimdan yonma-yon yashab kelgan, bizni urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz bir-biriga juda yaqin. Biz bu yerda mana asosan o'zimizni Afg'oniston temir yo'l boshqarmasidagi hamkorlarimiz bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boramiz va albatta rozimiz, mamnunmiz ular bilan birga ishlayotganimizdan. 100% ما از همکاران افغانی ما بالخصوص از همکارانی که اینجا از ریاست خط آهن ولایت بلخ اینجا هستن، هم کابل ریاست عمومی خط آهن افغانستان و تمام افغان هایی که در اطراف ما هستن اینجا با ما همکاری میکنن، ما با اونا همکاری میکنیم. ما از امکاناتی که اینجا فراهم آورده شده بسیار شاد هستیم، ممنون و از آن ارتباطات و از آن رفتارهایی که ما میبینیم که افغانا با سعودیان ترانس عملی می آورند، ما بسیار از این شاد هستیم. شما زنده باشین. بسیار تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. تشکر. سلامت باشین. رحمت بر شما میگم. تشکر بر شما. رحمت. زنده باشین. تشکر.
عزیز، این بود معرفی خط ریل افغانستان، شرکت سوگیانا ترانس، که البته کسایی که میخواین اموالشان را به افغانستان یا هم از افغانستان به کشورهای دیگه انتقال بتن میتونن که به می شرکت مراجعه بکنن. ما هم ناگزیر هستیم که برنامه را در اینجا به پایان برسانیم. نظریات نیکتان را بر ما بفرستین. لایک و سابسکرایب هم فراموشتان نشم. وطنای عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.